بورد لباسشویی سامسونگ دو موتوره رو اینورتر رو ملاحظه میکنید. توی قسمت ICI IPMش مشکل پیش اومده. واسه خارج کردن این قسمت میتونیم با یه سشوار رزین رو یه خورده گرم کنیم و از بغلا خیلی با احتیاط کامل برش بدیم و در نهایت این قسمت رو خارج کنیم. یعنی حتما باید این قسمت ها نرم بشه یا از پشت با حرارتی مثل حرارت گاز آروم آروم گرمش کنیم که پلاستیک نرم بشه و خارج بشه. اون بورد واسه اینکه بتونیم ICI IPM رو ببینیم در وهله اول باید از پشت معمولا یه قسمت های دایره‌ای مانندی که به راحتی میشکنن روی بورد رو جدا کنیم که پشتش پیچ هست، چون از این ور اگه نگاه کنی هیچ پیچی نداره که بخوای با پیچ گوشتی بازش کنی. از پشت خیلی با احتیاط قسمت های دایره‌ای مانندی که از تقریبا اندازه یه پیچ هم هستن رو باز میکنیم تا این هیت سینگا جدا بشن به این شکل. پیچاش هم به این اندازه است که میتونیم درشون بیاریم. شماره آیسی و مشخصات پشت آیسی نصب شده، یعنی اون ورش که واسه دسترسیش باید آیسی رو خارج کنیم. امیدوارم که این مطلب واسهتون مفید فایده بوده باشه.